اگه از من بپرسن بزرگترین تجربه زندگی تو این 20 سالی که کار کردی روی خودت چیه، من میگم بزرگترین تجربه‌ام اینه که تو کار خدا دخالت. گفتم آدم با دشمن میشن، ولی اینجا جوابشو بهت میدم. آدمایی که به تو تهمت میزنن جواب تهمت هایی که میزنن رو میگیرن. آدمایی که واسه تو لنگ پا میگیرن جواب کارشون رو میگیرن. آدمهایی که به تو نارو میزنن جوابشون رو میگیرن. تو با خدا معامله کن و جلاد کار غلط اونا نمیخواد باشی. تمرکزت بذار روی کارت، تمرکز بذار روی هدفت و پرقدرت برو جلو. یه جایی میبینی معامله خدا انقدر سود به تو میده و بهترین معامله با خداست. چون خدا دو تا 4 تا نمیکنه. وقتی ببینه تو روش حساب کردی اومدی جلو، میریزه به پات و کاری میکنه باد کارستون که همه اون کسایی که به تو نارو زدن، همه اون کسایی که به تو پشت کردن، پیش خود کاش میشد 5 دقیقه من با این صحبت کنم. اینقدر از اون آدم ها هستن حسرت میخورند از اون شبایی که میتونستن با من باشن و نبودن، از اون روزایی که میتونستن کنار من باشن الان لح لح میزنن.